با توجه به اینکه این جلسه راجع به زمان موضوع، بحث من هم راجع به زمان طبعا، اما بهشون داده میشه. اما خب زمان یه مقوله خیلی گسترده‌ایه که میشه از ابعاد خیلی مختلفی بهش پرداخت. چنانکه آقای دکتر هم اشاره کردن که از 4 جنبه بهش میپردازن و تا الان هم راجع به ریتم‌های بیولوژیک و بحث زمان تاریخی اونها صحبت کردن. اما خب از اونجایی که من باید خیلی موردی‌تر با شما صحبت بکنم، یعنی ارائه‌ام خیلی موردی‌تره و نهایتاً هم یه روش‌شناسی تحلیل قراره ارائه بدم، بحث زمان اجتماعی رو مطرح کردم و اینکه در طول تاریخ مقوله‌ای به اسم کار چطوری روی معنای زمان توی جامعه مدرن، درکش، ریتم‌های زمانی توی جامعه مدرن و همچنین ارزش‌های جامعه تاثیر گذاشته. که البته این موضوع خیلی روش کار شده به ویژه توی غرب و در کل مبحث من هم بیشتر ریشه توی جامعه غربی داره، اما خب توی جامعه خودمون هم میشه درکش کرد. البته خب اشکال آسیبزاش خب خیلی زیاده. ما درکی که به صورت خیلی کلی میتونیم از زمان داشته باشیم یه طبقه بندی سگانه است که گذشته و حال و آینده است که در واقع سیستم خاطره، سیستم لذت و سیستم امید ما رو میتونه شکل بده به یه نحوی. اما وقتی که ما توی یک جامعه انسانی میخوایم به زمان اشاره بکنیم، از 2 بعد میتونیم بهش اشاره بکنیم. یعنی که از اشکال اشاره به زمان و اندازه‌گیری زمان و درک زمان 2 بعد فیزیکی و اجتماعی. زمان فیزیکی زمانیه که بر اساس توالی وقایع فیزیکی، برای مثال گردش زمین، ما درکش میکنیم و یک ریتم همگون و یک دست داره. اما زمان اجتماعی خیلی انسانی تر شده است و ما برای اشاره به اون از وقایع اجتماعی استفاده میکنیم. حالا مثلا اگه بخواید شما اینو مقایسه بکنید، اگر من به شما بگم که مثلا من امروز شما رو ساعت 5:30 عصر میبینم، در واقع به صورت فیزیکی به زمان اشاره کردم، یک زمان فیزیکی رو مورد اشاره قرار دادم. اما اگه مثلا بگم امروز یک مسابقه باشه، بگم بعد از مسابقه امروز میبینم تو این دانشکده، یا یک واقعه تاریخی رو بخوام اشاره بکنم، مثلا بگم یک واقعه بعد از کودتای 28 مرداد، یک زمان اجتماعی رو کاملا مورد اشاره قرار دادم. حالا بحث اینه که این زمان، درک ما از زمان چطوری به وسیله کار، مقوله‌ای به اسم کار توی جامعه مدرن تحت تاثیر قرار گرفته. خب توی جامعه غربی یک مهمترین واقعه‌ای که توی تاریخ مفهوم کار رو عوض کرده، مفهوم زمان رو عوض کرده، بحث انقلاب صنعتیه که از 2 طریق اومده این کار رو کرده. اولین مورد که من خیلی بهش نمیپردازم بحث اختراع راهنه که در واقع قبل از اینکه راهن به وجود بیاد، قطار به وجود بیاد، هر شهروندای هر شهر درک خودشون از زمان محلیشون بوده. حالا یه برج ساعتی داشتن یا ساعتساز شهرشون زمانشون رو براشون تعیین میکرده. اما بعد از اینکه حرکت قطارها مطرح میشه توی جامعه، خب هماهنگی اینها خیلی مطرح بوده. برای مثال توی انگلستان دیگه زمان محلی تابع زمان لندن شد و به هر صورت بعد از اون هم الان ما زمان استاندارد جهانی گرینویچ رو داریم که خب درک ما رو از زمان تغییر داده. اما مهمترین مسئله که اهمیت بیشتری داره بحث بازتعریف کار توی انقلاب صنعتیه که در واقع زمانی که توی جامعه صنعتی تعریف میشه زمانیه که منطبق با ساعته و از یک زمانی به بعد، یعنی از سال حدوداً 1850 حتی توی انگلستان در رابطه باهاش قانونگذاری شد که اون موقع بحث 10 ساعت کاری در روز بود. اما بحث اینه که توی جامعه‌ای که عقلانیت صنعتی براش حاکم بود چطوری زمان تحت تاثیر قرار گرفت. زمان به واحدهای قابل اندازه‌گیری توی مقیاس‌های مختلفی تقسیم شد. در طول روز، هفته، ماه، سال و حتی عمر زمان رو اومدن تکه تکه کردن و هر واحد زمانی یک بازنمودی توی مکان پیدا کرد. از چه طریقی بازنمود پیدا کرد؟ از 2 طریق. یکی تخصصی شدن کارها و تفکیک بین کارها توی جامعه صنعتی بود و تاثیرگذاریش بر سایر ابعاد زندگی، یعنی کار یک سیطره بی‌سابقه توی زندگی
پیدا کرد. برای مثال حتی آموزش انسان هم تحت سیطره کار بود، یه سری نهادهای جدید براش ایجاد شد. و یکی هم مسئله تفکیک بین کار و غیر کار بود که ما هیچ کدوم از این موردها رو توی جامعه پیشا مدرن نداشتیم. ریتم‌ها بر اساس طبیعت بود و اصلا مفهوم کار و مفهوم تخصص یک چیز دیگه‌ای بود که ما بعد از انقلاب صنعتی با اون مواجه نیستیم. حالا بعد از این من خیلی مشخص اشاره میکنم که این نمودهای فضایی به چه صورت بوده. اولین بحث که همونطور که اشاره کردم بحث تقسیم بندی برای مثال دوره‌های زندگی به زمانهای قابل اندازه‌گیری بود. حالا من این رو از مباحث یک نظریه پرداز به اسم آنتونی کینگ برداشتم، اما اگر بخوایم توی جامعه خودمون یک مثالی رو بهش اشاره کنیم، شما اگر جداول مرکز آمار ایران رو دیده باشین، برای مثال از منظر اقتصادی جامعه فعال، جمعیت فعال رو از 10 سال به بالا محاسبه میکنه. قبل از اون فرد کودک محسوب میشه و کار خب غیر قانونیه، اگر حالا جدا از اون واقعیتی که وجود داره، اما این خودش یک جور تقسیم بندیه. یا از یک سنی به بعد شخص بازنشست میشه. حالا معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی زمانی عمر انسان وجود داره. حالا معیارهای درمانی هست، برای مثال دوره پیش از تولد مراکز مراقبت بارداری وجود داره، کلینیک کودکان وجود داره، یا برای مثال از نظر قضایی دادگاه نوجوانان وجود داره، از نظر آموزشی مدارس ابتدایی، راهنمایی، کالج ها یا مهد کودک وجود داره، کانون بازنشستگان و حتی خانه سالمندان وجود داره. اینا همه نمودهای زمانیه که دوره‌های مختلف عمر توی جامعه موجب شده. بحث بعدی که اون بحث تخصصی شدنه و نمود فضایش اینه که خب هر کدوم از گونه‌های شغلی یک سری زمانهای خاصی بر مبنای منطقی براش ایجاد شده. مثلا مراکز آموزشی ما زمانهای خاص خودشون رو دارن، مراکز خرید حتی در دل خودشون زمانهای خیلی خاص خودشون رو دارن. مثلا شما توی بازار برق تهران اگه برین، اون فروشگاهایی که لوازم برق صنعتی میفروشن همیشه جمعه ها و بعضیاشون پنجشنبه ها تعطیلن، اما مثلا لوس یا آخر هفته ها هم بازن. مراکز خرید دیگه هم هر کدوم زمانبندی خاص خودشون رو دارن. بحث صنعت و کارخونه های صنعتی زمانبندی خاص خودش رو داره، ساعات اداری مشخصی وجود داره و این نمود فضایش توی ترددیه که ما توی مراجعه‌مون به این زمانها داریم، تداخل های زمانی که به وجود اومده بین اینها و همچنین بحث همجواریه که تاثیرش رو توی طرح و پروژه های شهرسازی هم گذاشته. یکی از پروبلماتیک‌ها اینه که خب شما چه فعالیت‌هایی رو کنار فعالیت‌های دیگه بذارید که مثلا بتونید تردد شهروندان رو به حداقل برسونید. این کار توی ایتالیا خب خیلی شده. یا مثلا این بحث به وجود میاد که توی ایتالیا به وجود اومده بود، توی کنفرانسی به اسم یوروفم مطرح شد که خب مدارس بچه‌ها تداخل داره با زمان کار والدین. خب این رو ما چجوری حل بکنیم؟ توی تقسیم بندی زمانیشون میتونیم حل بکنیم. یا مثلا ساعت پیک حمل و نقل ما داریم، راههای حمل و نقلی که کشیده شده. بحث دیگه بحثیه که بین کار و فراغت وجود داره. خب این رو آنتونی کینگ هم خیلی بهش پرداخته. در مقیاس‌های مختلف ما بحث بین کار و فراغت رو داریم، زمانی که کار می‌کنیم و زمانی که کار نمی‌کنیم. این باعث شده که اولا توی بافت شهری ما تفکیک داشته باشیم، ناحیه مسکونی و ناحیه کاری و تردد بینشون به وجود بیاد. و از یک زمانی به بعد بحث استانداردهای زندگی که مطرح شد، اومدن گفتن که خب ما یک مفهومی به اسم تفریح رو باید ایجاد بکنیم و یه سری مکان‌های تفریحی ایجاد شد. مخصوصا از زمانی که حمل و نقل پیشرفت کرد، یه سری مکان‌های تفریحی دور از شهر ایجاد شد که قبلا خب خیلی مخصوص طبقه اشراف بود، حالا ییلاها، ویلاها، اما خب از یک زمانی به بعد برای عموم مردم این موضوع ایجاد شد. خب این یکی از نمودهاشه. اما یکی از پیامدهای اجتماعی که تفکیک زمان کاری و غیر کاری داره با تقابل بین کار و غیر کاره. اگر ما قرارداد بکنیم که بحثی به اسم اشتغال به معنی کاریه که شما درآمد توش کسب میکنی و پول میتونی به دست بیاری، جامعه سرمایه‌داری این تقابل کار و غیر کار رو به این صورت کرده که کار رو منطبق کرده با بحث اشتغال. یعنی اون چیزی که از توش درآمد کسب نمیشه و توی چرخه تولید مستقیم جامعه وارد نمیشه رو به عنوان کار در نظر نمیگیره.
البته این از مناظر مختلف میتونه نقد بشه، اما یکی از نقدهایی که وجود داره کسانی که رو بحث جنسیت کار میکردن یا در زمینه حقوق زنان فعالیت میکردن مثل فمینیست ها اومدن اعتراض کردن به این موضوع. خانه‌داری در این صورت کار محسوب نمیشه و این باعث میشه که خب هم زنها توی محدوده مسکونی که خالی از فعالیت محدود بشن. حالا یه نظریه پردازی به اسم زارتسکی میگه که زنها تمام تفریحشون توی حومه‌ها تبدیل به تماشای تلویزیون شده و همین که موقعیت نابرابر اجتماعی داشته باشن. این در صورتی کار خانه‌داری کار 24 ساعت است و زنها نمیتونن ازش فراغت داشته باشن. یکی از نمودهای فضایی که به ویژه توی اروپا منبعث از این نقد به وجود اومد بحث یه سری نهادهای محلیه که خب یکی از نمونه‌های خیلی گسترده و فراگیرش مراکز مادر هستش که خب ریشه توی آلمان داشت، الان توی خیلی کشورهای زیادی حتی کشورهای اروپای شرق هم ایجاد شده، توی بلغارستان هم حتی ایجاد شده. در سطح محلی یه سری نهادهایی هستن که وظیفه این نهادها اینه که کار خانه‌داری و کار زنانه رو بیارن توی سطح اجتماع محلی، یعنی جامعه محلی بیاد توش درگیر بشه. به این صورت وقت زنان هم آزاد میشه، حتی مراقبت از کودکان، سالمندان، تهیه کردن غذای روزانه برای کودکان و همچنین یه سری اشتغالزایی هم در کنارش برای زنها ایجاد بشه و این نابرابری رو بتونن از بین ببرن. اما حالا بعد از این مقدمات من می‌خواستم یه روش شناسی رو هم بهتون معرفی کنم. البته شاید خیلی از شما این روش شناسی زمان جغرافیا یا تایم جغرافی رو بشناسید که بیشتر توی سوئد همین الان هم استفاده میشه، اما مبدعش هم یک جغرافیدان سوئدی به اسم هاگر استراند هست که خب تو منابع مختلف هم بهش اشاره شده. هایگرستان بحثش این بود که خب ما چطوری بتونیم وقایع رو در چارچوب زمان و فضا بخوایم مطالعه بکنیم و روش‌شناسی که پیشنهاد کرد این بود که مسیر افراد رو بتونیم بازشناسی بکنیم. این روش‌شناسی ابتدا برای شناخت مسیرهای مهاجرتی ابداع شد، اما خب الان توی بحث‌های زندگی روزمره هم استفاده میشه، به ویژه چون یک ماهیت کمی داشت از ابتدا. الان درباره مطالعات حمل و نقل، شناخت مسیرهایی که حمل و نقل عمومی مثلا میخواد ازش عبور بکنه استفاده خیلی گسترده‌ای میشه. و بحث هاگر استراند هم این بود که امکان حرکت افراد و همچنین به صورت بالقوه و بالفعل برآمده از یک سری محدودیت هاست که این محدودیت ها حالا اولی که capability constraints هست، بحث محدودیت های بیولوژیک و فیزیکی افراد، این که من چطوری با چه سرعتی میتونم حرکت بکنم، این که اون میدان دیدم چقدر هستش و میدان شنواییم به چه صورت هستش. دومین بحث کاپلینگ کانسترینتس، بحث این که من در چه زمانی به چه مدتی و کجا باید افراد رو ببینم که بتونم یک فعالیت رو انجام بدم، حالا هر نوع فعالیتی. و بحث اتوریتی کانسترینتس هم اینه که خب چه تحمیل های فضایی مطرح شه و خب این برآیند اینها به من یک چارچوبی میده که من از توی این میتونم عبور بکنم و مسیرهام رو شکل بدم. و میاد یه نموداری هم میکشه که خب حالا جدا از اینکه این نمودار جزئیاتی داره که من اینجا فرصت نمیشه توضیح بدم، بحث اصلی اینه که حالا این مسیرهای افراد رو که ما میشناسیم این مسیرها کجا به هم دیگه میرسه و لوکال اوردر ما، نظم محلی ما کجاه که ما بتونیم بر اساس اون بتونیم حرکت‌های جمعی رو تشخیص بدیم. اما این مدل خیلی هم روش نقد شده، هم خیلی توسعه پیدا کرده این روش. یکی از نقدها رو هم خود هاروی توی کتاب وضعیت پس و مدرنیتش انجام داده، اینکه این روش به صورت خیلی ابژکتیو با مردم برخورد میکنه و اصلا دلایل رو نمیسنجه و در واقع یک سری اطلاعات تجربی رو میاد سرهم بندی میکنه. یا مثلا فمینیست‌ها اومدن این رو مطرح کردن که خب باز هم تفاوت‌های فردی و جنسیتی در نظر گرفته نمیشه. اما با این حال یه سری پژوهشگرا اومدن این رو وارد مطالعات کیفی کردن، با وجود اینکه یک خاستگاه کمی داره این روش و برای استفاده‌های مختلفی ازش میکنن. این که مثلا مکان‌های خشونت رو بازشناسی میکنن، جغرافیای ترس زنان و زمان‌های ترس زنان رو در فضاهای شهری مثلا بازشناسی میکنن، یا مثلا سیستم‌های حمل و نقلیه در دسترس. مثلا توی فضای شما اگر ببینید که راه‌های جایگزین برای زن‌ها برای عبور و مرور زیاده، میتونید به این نتیجه برسید که زن‌ها تو از نظر موقعیت اقتصادی توی سطح خوبی قرار دارن که محدود به حمل و نقل عمومی نیستن. یا میزان زمانی که برای کارهای مختلف اختصاص میدن خودش میتونه تحلیل بشه از منظر اجتماعی.
یکی از روش‌هایی که میتونیم برای بکارگیری روش زمان جغرافیا استفاده بکنیم توی مطالعات کیفی و البته کمی، روش نوشتن برنامه روزانه افراده که بهش میگن دایری، که حالا من یک نمونه از این برنامه روزانه رو که توی یکی از منابعی که راجع به زنان توی سوئد کار کرده بود رو من به شما نشون میدم و نهایتاً یک تحلیل کوتاه میخوام داشته باشم در موردش. این یک برنامه روزانه یک زن سوئدیه که اتفاقا مدرن هم هست که البته نصفشه تا ساعت 4 بعد از ظهر که خب حالا من بقیه‌شو نذاشتم. شما اگه نگاه بکنید این زن سوئدی زنیه که 3 بچه داره و ازدواج کرده است و هم کار میکنه و هم تحصیل میکنه توی دانشگاه. شما اگر نگاه بکنید به برنامه روزانه این زن، از ساعت 7:20 تا 7:30 رانندگی میکنه تا برسه محل کار، بچه‌هاشو مهد کودک و مدرسه میذاره. دومین بخشش برای اینکه توی کار خب چه تحرکات فضایی داره، برمیگرده میره اول بچه‌هاشو برمیداره میره کتابخونه، کتاب قرض میگیره، بعد بچه‌هاشو میبره خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش و بعد دوباره میره خونه و بعد اشاره شده که بعد از 9 شب هم مطالعه میکنه. خب ما اینو میتونیم چطوری تحلیل بکنیم؟ حالا بسته به اینکه هدف پژوهش اون کسی که خب حالا از این روش استفاده کرده و این رو نوشته خب میتونه تحلیل‌های متفاوتی بکنه. ولی یکی از این تحلیل‌ها که بحث نابرابری‌های جنسیت رو مثلا مورد نظرش قرار میده به این صورته که خب ما این زنی که 3 فرزند داره و در عین حال شاغل و دانشجوی، ترکیبی از مسئولیت‌های خانه‌داری، مادری، اشتغال و تحصیل رو به کمک تاکتیک‌های که الان خدمتتون عرض می‌کنم داره در کنار هم انجام میده و در واقع یک فضایی رو داره، یک زمانی رو داره آزاد می‌کنه که برای اینکه بتونه به همه این مسئولیت‌ها برسه. از چه تاکتیکایی استفاده میکنه؟ اول اینکه محل کارش رو نزدیک به خونش انتخاب کرده. دوم اینکه به اتومبیل تکیه کرده برای تردد، برای اینکه بتونه انعطافش رو زیاد بکنه که بتونه بچه‌هاش رو جابجا بکنه. سومی که از یک مهد کودک استفاده میکنه که بچه کوچیکش رو بتونه نگهداری بکنه توی زمانهایی که سر کاره. یا یک سری سازماندهی‌های زمانی میکنه. مثلا بودجه زمانی که برای کار و تحصیل داره، خب اینا با هم کانفلیکت داره، اما خب چه کار کرده؟ اومده اشتغال نیمه وقت داره و بعد مطالعاتش رو موکول میکنه به بعد از 9 شب که تداخل نداشته باشه با کارهای خونه‌داری و مسئولیتایی که به عنوان یک مادر داره. و همچنین یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق داره. ممکنه شما از یک زنی که حالا خونه‌دار باشه یا کار نکنه یک برنامه‌ریزی خیلی دقیق نتونید بگیرید، اما این زن حتی برای دغدغه‌اش هم یک برنامه‌ای داره. خب این بازگو کننده خیلی چیزها تو زندگی این یک زنه. بعد توی این کاری که شده بود اومده بود این رو مقایسه کرده بود زندگی این زن رو با زندگی زنان در سده 17 توی سوئد، که خب توی اون سده اشاره کرده بود که هم زنان و هم مردان رفتارهاشون توی یک محل خیلی خاص بود، خیلی تحرک نمیتونستن داشته باشن و البته زنان محدودتر بودن، مسائل خونه‌داری خیلی رو دوششون بود و حتی اجازه نداشتن که مثلا اون مزرعه‌ای که توش زندگی میکنن رو خودشون با اختیار خودشون ترک بکنن. میگه که خب اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با سده 17 میبینیم که اون تقسیم کار جنسیتی همچنان باقی مونده، یعنی ماهیت تغییر خیلی زیادی نکرده، اما نظم رفتارهای فضایی یا لوکال اوردر عوض شده و در واقع ما با یک پراکندگی زمانی و مکانی توی زندگی روزمره زنان و یک زن مدرن سوئدی روبرو هستیم و در واقع می‌بینیم که ارزش‌های مدرن و سیاست‌های برابری جنسیتی که براش خیلی تلاش شده به زندگی روزمره زنان وارد شده، اما همچنان ارزش‌های سنتی در رابطه با وظایف مادری و تابعیت زن حتی نسبت به مرد و اینها همچنان باقی مونده توی زندگی یک زن مدرن سوئدی. و بعد حالا یک نمونه مدرن‌ترش هم آورده بود که در موردش صحبت کرده بود و یه سری مقایسه‌هایی هم به این صورت انجام داده بود. حالا این یک نمونه خیلی تحلیل کوچیک بود، من برای اینکه صحبتم طولانی نشه دیگه ادامه ندادم، یعنی بیشتر سعی نکردم مطلب بیارم، اما یه سری منابعی که وجود داره، حالا جز اون کتاب وضعیت پس از مدرنیته دیوید هاروی که احتمالاً آقای دکتر هم بهش اشاره خواهند کرد که بخش زیادیش به بحث فضا زمان توی زندگی روزمره در جامعه مدرن اشاره کرده، یا فشردگی زمان و فضا. 3 منبع هم من بهتون معرفی میکنم. یکی مجموعه مقالات اون کتاب قرمز رنگ Buildings and Society که سرویراسترش آنتونی کینگه و یک مقاله خیلی خوب راجع به بحث زمان داره و تاثیرش روی بحث فراغت و سازماندهی‌های فضایی در زمینه فراغت. مقاله وسط یک بحث کاملا نظری راجع به سوشال تایم و بحث آخر هم یک نگاه فمینیستی